الحمد لله الذي بعث الأنبياء والرسول للهداية العباد وأفضل الصلاة وأتم السلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا بر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. محترم جماعت، الحمدلله امروز صحبت ما درباره انشاءالله خداخواد یعنی مذهب نمونه عبرت امت که حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هستند. الحمدلله با شما عزیزان خداخواد انشاءالله هم صحبت میشیم. بعضی از فضیلت های این انشاءالله حضرت به شما انشاءالله میرسانیم. شیخ عطار رحمت الله علیه مصرع های شیروش میارند: بسم الله الرحمن الرحیم. آن امامانی که کردن اجتهاد، رحمت حق بر روان جمله باد. ابو حنیفه بود و امام با صفا، آن سراج امتان مصطفی. باد فضل حق کریم جان او، شاد باد ارواح شاگردان او. صاحبش بو یوسف قاضی شده، و از محمد ذوالمنین راضی شده. احمد و حنبل که با او بود مرد حق، در همه چیز همه برده سبق. شافی و مالک و ادریس با ظفر، یاد ز ایشان دین احمد زیب و فر. رحمت روحشان در صدر جنت شاد باد، قصر دین از علمشان آباد باد. البته الله سبحانه و تعالی این بزرگان انشاءالله یعنی رحمت کنند. خدا خواهد انشاءالله بزرگان گفتیان عند ذکر الصالحین نزل الرحمه، در نزد ذکر کردن آدمان صالح الحمدلله رحمت خداوند انشاءالله میبارد، نازل میشوفتند. چنین خدا خواهده که همین بزرگان یعنی امام اعظم رحمت الله علیه به سهم شما میرسونه انشاءالله خدا خواهد. در عالم اسلام، در دنیای یعنی عالم اسلام، یکی از انشاءالله خدا خواهد پیشوای نمونه انشاءالله مذهب اهل سنت و جماعت حضرت امام اعظم رحمت الله علیه انشاءالله خدا خواهد. از این سبب این حضرت انشاءالله خدا خواهد در دنیا مشهور شدنش پیروی کردن انشاءالله بیان سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم انشاءالله، یا که انشاءالله از قرآن استفاده بردنی حضرت امام اعظم رحمت الله علیه انشاءالله خدا خواهد در دنیا چیدن انشاءالله مشهور شدن، چی در عبادت، چی در پرهیزکاری، چی در آرامی و خاموشی، انشاءالله خدا خواهد در سودا و در همسایگی، در هم محلگی، خلص کلام که در همه حالت انشاءالله یعنی یک نمونه عبرت یعنی امت محمد صلی الله علیه وسلم بهترین انشاءالله خدا خواهد به حیات بودن. مقامی امام اعظم رحمت الله علیه عزیزان من تابعین است. تابعین گفته کیه میگن؟ کسی که میگه در عصر سعادت رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر با پیغمبر علیه السلام شیشتگی باشه، دی داشته، این انسان صحابه میگه. و کسی که انشاءالله خدا خواهد صحابه را دیدگی باشد، بعد انشاءالله وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ها دیدگی تابعین میگن. یعنی امام اعظم رحمت الله علیه از تابعین هستند.
کسانی که انشاءالله یعنی امام دیده شد، انشاءالله حضرت امام اعظم رحمت الله علیه دیده شد، اینا تبع تابعین میگن انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر علیه السلام در سخن مبارکش میگن خوب کسی است که مرا دیده یعنی صحابه گردیده است. پیغمبر بهترین شخص همون شخصی که من دیده چی شد گفتن، یعنی صحابه شد گفتن. بینید و اینچنین گفتن خوب باشد کسی که صحابه من دید. ببین یعنی صحابه من دیده از تابعین شد گفتن، اینم بهترین شخص گفتن. و اینچنین گفتن بهترین یعنی با شخص گفتن همون شخصی که یعنی این یعنی تابعین نمیبینن، یعنی تبع تابعین میشوفتن، اینو همشو بهترین انشاءالله شخصان اعتباری حساب کرده میشوفتن. در دیگر حدیث مبارک گفتن خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. بهترین مردمان گفتن در زمان من گفتن بودگان هستند. ادا اینسایی که در زمان من انشاءالله یعنی بودن صحابه، اینو بهترین یعنی انسان ها هستن گفتن. ببینید بهترین ثم الذین یلونهم، بعد کسی گفتن بعد این یعنی صحابه اومدن، یعنی من انشاءالله 4 مذهب بدین انشاءالله خدا خواهد کسی که این مذهب ها یعنی دید تبع تابعین انشاءالله خدا خواهد شد. اینا گفتن یعنی بهترین چی هستن شخص ها گفتن به شمار می رود. بعدی 70 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کردن، امام اعظم رحمت الله علیه اومده گیان. بعدی 70 سالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هم 70 سال عمر دیدن خلاص، یعنی 70 سال عمر دیدن. یعنی امام اعظم 4 نفر صحابه ها دیدگی هستند. بهترین صحابه که انشاءالله خدا خواهد این کی است، یعنی انس ابن مالک که بهترین صحابه که امانت رسول الله من چند بار گفتگی بودم، حاجتی تکرار نیست انشاءالله. یعنی همون امانت انشاءالله رسول الله صلی الله علیه و سلم رسوندگی شخص انس ابن مالک انشاءالله خدا خواهد. کنیش ابو حنیفه میگن، معنای ابو حنیفه یعنی پدر طایفه مسلمانان، دین حق پایدار و استوار معناش. یعنی چی؟ پدر طایفه مسلمانان ابو حنیفه انشاءالله. یعنی نعمان میگن یک معناش نعمان خدا خواهد انشاءالله عالما چنین نعمان شهر دادین. یکی نومش میدن لاله سرخ در گلشن فقه، یعنی گلشن فقه نه، یکی لاله سرخ گفتین. یکی نعمان گفتین این یعنی نعمت از جانب الله سبحانه و تعالی، یعنی برای ما و شما خدا خواهد انشاءالله. و یکی دیگر امام اعظم نامش سراج الامتی، یعنی چراغ امتان من است گفتن. یعنی چراغ منای نجات دهنده چی؟ یعنی ما و شما خدا خواهد انشاءالله. یعنی ما و شما را از طفلی انشاءالله آیت و حدیث شرح دادن، مسئله های انشاءالله خدا خواهد دین یک شاهد دادن. البته ما چی یافتیم؟ الحمدلله از مشکلات ها انشاءالله خدا خواهد نجات یافتیم خدا خواهد انشاءالله. چند حدیث بارش دیگه است عزیزان من انشاءالله. یکی همین پیامبر اسلام که لو کان العلم علم معلقا بالثریا لتناوله رجل من ابناء الفارسی. یکی همین حدیث گفتن اگر گفتن علم به ثریاها آویخته شدگی باشد، گفتن هر آینه فرزندای فارس انشاءالله میرسند. اشاره انشاءالله به 2 شخصی بزرگ است انشاءالله. یکی الحمدلله خدا خواهد سلمان فارس، بیاده شکر الحمدلله. یکی دیگرش است انشاءالله خدا خواهد یعنی امام اعظم رحمت الله علیه انشاءالله خدا خواهد چی است، یعنی اشاره است. مذهب ما شما گیم که از فارس و امام اعظم این صحابه کرام که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 6 هم صحبت شده خدمت کردگی الحمدلله سلمان فارس. الحمدلله ما چی داریم؟ صحابه داریم الحمدلله خدا خواهد انشاءالله که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قدر هم صحبت شده. حتی که در جنگ خندق انشاءالله فکری
یعنی سلمان فارس رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن. خندق گفتگی چیز اطراف شهر عکاب گفتن در ما گفتن فارسا وقتی که هم خیلی یعنی جهات ها شودگر چیکار میکنن اطراف یعنی و یا خندق میکنن عکاب و کافتن میگه در همین یعنی جهات مسلمان ها الحمدلله غلبه کردن. این چی بود؟ فکری انشاءالله که یعنی از سلمان فارس بود بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم الحمدلله قبولش کردن. امام اعظم رحمت الله در کتاب انشاءالله بسیار کتاب ها خدا خواهد یعنی وارش دیگه یعنی در حیات شو خدا خواهد 70 سال اگر عمر دیده باشن 51 مراتب بیت الله زیارت کردن. 51 مراتب از آن من میگه در یک شب انشاءالله خدا خواهد در 2 رکعت نماز الحمدلله قرآن ختم میکردن. ماه رمضان شود 2 مراتب ختم میکردن انشاءالله خدا. نماز بعد نمازی خدا خواهد خفتن در نماز انشاءالله چی؟ انشاءالله خدا خواهد یعنی نفل. الحمدلله شب خواب نمیکردن بسیار اکثر وقت یعنی 40 سال میگد یعنی به یک طهارت نماز خفتن و بامداد خوندگی سببش که خواب شو بعد نماز پیشین تا عصر شینکی بود یا که بعد نماز شام تا خفتنه بعدی وی خدا خواهد انشاءالله چکو میکردن فقط طاعت میکردن عبادت میکردن. الحمدلله عزیزان من اگر گفتن یگان مسئله حل نشود شاگرداش میفتن که این گناه من است که این مسئله حل نشد و چکار میکردن درو انشاءالله خدا خواهد استغفار میفتن طهارتشون نو میکردن و 2 رکعت انشاءالله نماز نفل استخاره این طلب حاجت طلب مشکلات خونده انشاءالله از الله سبحانه و تعالی دعا میکردن. الله سبحانه و تعالی با مشکلش چیکار میکردن انشاءالله خدا خواهد آسان میکردن انشاءالله خدا خواهد. از گرفتن آیت و معنی های حدیث 83,000 مسئله را انشاءالله خدا خواهد کشاده داده گرد از مطالعه قرآن و حدیث انشاءالله خدا خواهد 83,000 مسئله را انشاءالله خدا خواهد کشاده داده گردن. الحمدلله به عدد این همه نمیتوند هم کشاده داده نمیتوند. امام اعظم همه طرفه قرآن یاد میدونستن حدیث ها را خدا خواهد تحصیل سلاح هاش میدونستن راوی هاش میدونستن انشاءالله و کجا میرن ما شما یک تا حدیث خدا خواهد انشاءالله میدونیم زمین زمان قسم داشتیم از جهت میگرفتن آیت و حدیث میگه 83,000 مسئله را انشاءالله خدا خواهد کشاده دادن. بعض انشاءالله خدا خواهد انشاءالله یعنی حضرت بعض فضیلتاش انشاءالله بسن شما منسیم درباره ریبا پرسین میگه ما شما درباره ریبا امام اعظم رحمت الله علیه انشاءالله یک واقعشون است. الحمدلله یک روز میگه حضرت امام اعظم رحمت الله علیه در آفتابی گرم یکی ساعتی 12 آفتابی گرم نمیگه استادگی بود خانه بود سایه داشت میتونست در خانه سایه چیکار کند استفاده برد استادگی بود. یزید ابن هارون گفته که شخص میآید وا میخرد میگه داخل حضرت میگه شما را چی مشکلات هست که در گرمی آفتاب شتگی هستین یعنی سایه خانه بسته نمیشود چیکار میکنی؟ گفتن یک شخص منتظرش ایستادم گفتن نه این سایه خانه گفتن بستین این گفتن صاحب خانه گفتن از من قرض است صاحب خانه از من قرض است مبادا ریبا نشود گفتن سودخوری از ما شما سودخوری را دو کلم مونده میشه الله خدا خواهد اکثر قوم و جمعیت سودخور برای همون صاحب خونه قرض بدنش امام اعظم رحمت الله از سایه هوا استفاده نبود که مدا با فایده برون یادم قرض داره یعنی سودخوری نشود. عزیزان من امام اعظم رحمت الله علیه در یک محله که گوسفند دیزی دادیان گوسفند دیزیدش داره متخصص های گوسفند سوال کردیان که همین گوسفند چند سال عمر میبیند
گفتادیان که 7 سال عمر تا 7 سال امام اعظم رحمت الله علیه گوشت گوسفند نخوردادیان که مبادا دزدی نباشه و چیکار کنم از همین چیز من خورده حتم حرام کنم. انا پرهیزکاری حضرت انشاءالله خدا. از ما شما در شهرهای روز بعضی هم انشاءالله کار داریم بر الله خدا خواهد انشاءالله چی به خوب است می چی دیگر چیز است می و فرقی ندارد. گویا دهی در ده میداند همون چیز خدا خواهد انشاءالله حرام است لیکن میخورد. امام اعظم رحمت الله تا 7 سال کی گوشت دلش نمیکشه؟ همه گوشت دلش میکشه تا 7 سال انشاءالله نخوردن. معامله در سودا بینیم. امام اعظم رحمت الله بعض روایت ها 30 سال سوداگری کردن. سوداگری عبادت است از دانی من. کسی که میتوند انشاءالله درست استفاده برد، از ترازو نزند، فریب نکند، از چنگ، از لیتر انشاءالله خدا خواهد، یا مالی پسیدگی تعریف کرده یا که ماشین هم میفروشی مطار صاف شدگی تعریفش میکنی، یا بعضی آدم سپیدومتر میگردونده عقیب سپیدومتر رفته گردونده یا که اکی نه 20,000 گشت 30,000 گشت، یا گیم که مال حامله دانست حامله دو گفته میفروشته است، یا شیر ندارد شیر میتید گفته میفروشته است. بعضی ها دم کرده شیشه بعد میبراردین دو سه روز نمکونده. همه همین فریبه، همه همین حرامه. کسی که سودا میکنه و سودات هم حرامه یاد نبرد. چیم لوچی 10,000 گیم که براوه چیم 20,000 حرام. فقط جواب میتی پیش الله سبحانه و تعالی. حفص ابن عبدالرحمن کتی یک جا سودا میکردن. امام اعظم رحمت الله متریال میفروختن. یک روز یک متریال آوردن میگد یک متریال گلش چطاق بود. همون روز امام اعظم رحمت الله کار میبراید و شریکش میگد که امروز من رفتن نمیتونم همینا با مالی ارزونتا فروش که چطاقی دارد. وقتی که عبدالرحمن میرود سودا بسیار بلند میشد، شاخمند شده مدت با پلی بلند میزنندش. بگه اومده پلی ساکتا میکنه که پل زاییته. میگه آخه برادر من تو گفته بودم که همین مال نقصان دارد بگوش. گفت حضرت گفت ایادم برمده است. همون مال هم میگفته سودا گرم شد بسیار تو پلن کردن و پلی قیمت زدمش. همون پل میگد امام اعظم رحمت الله در راه خدا خیرش کرده که حرام عرلش شد و فقط پیش الله نه جواب نتیم بینه نزدانی من. تا چی اندازه اولی بعضی ها امام اعظم هر گپا رو میزنن. تا چی اندازه خدا ترس بود. از الله میترسید انشاءالله خدا خواهد. بینید از ما شما مسلمان ها نسبت کافرها چی معامله ها میکنیم؟ داریم؟ چی معامله ها میکنیم نسبت کافرها؟ امام اعظم رحمت الله علیه در کوچه شیشتگی بدن با شاگرداشو. میگه یک جنازه غیر دین اومد. غیر دین که در دین ما نه. امام اعظم رحمت الله علیه راست خسته ایستادن تا تابوت گم شده برفتن. وقتی که تابوت گم شد بعد امام اعظم شدن شاگردان گفت حضرت آخه این یک غیر دین کافر باشد اینقدر شما این تعظیم کردین اینقدر این خدا خواهد یعنی آداب شب در جا آورده. گفت من این ادب از الله آموختم. این آداب گفت من الله داد. گفت در قرآن عظیم و شان ولقد کرمنا بنی آدم، ما آدم یعنی مکرم عزیز ساختیم در دنیا. از همین آیت اخذ کردم من گرفتم و این حرمت کردم. بینید از من لفظی بد گفتن میگد خطاست. مؤمن و کافر بنده خداست. عزیزان من لفظی بد نگو انشاءالله خدا خواهد. و فلان پستان پس نزن انشاءالله خدا خواهد. بلکه از من شما روزی میشود که الله سبحانه و تعالی هدایتش میکند از من و شما تقواش بلند میشود. از ما و شما انشاءالله خدا خواهد چی عزتش بلند میشود. بینید از داری من
امام اعظم رحمت الله همسایه داشت. همسایه عرق خور بود، عرق میخورد میومد تو پلنگ میکرد نسبت امام اعظم. میدونین انشاءالله لفظای بعد میگفت، لیکن امام اعظم رحمت الله علیه طاعت عبادت دوام دادن میگرفت. یک روز میگد شب آوازش نبرمد، این همسایه را پرسیدن که برای چی همسایه آوازش نبرمد؟ گفتن جنایت کرده است، یعنی به اصطلاح امروز بگیم ملیسا بردیدش. بعد امام اعظم رحمت الله علیه ای همینجا همو حبس خانه میروند. میگد مبحث، میگد راهبرش پیشواز میبرد، میگد حضرت بین کدام شمال پروند. گفت که میگد همسایه من حبس کرده، من میخوام که آزادش کنه. خیر گفت این آخر هر حالت دارد، بادا گفت هر حالت داشته باشد، لیکن چیکار که گفت یعنی آزادش که گفت. ببینید با توفیل امام اعظم رحمت الله علیه همون چند قدر آدم ها باشه، الله سبحانه و تعالی یعنی فضل و کرمش که همون جنگی را آزاد کردن. همون همسایه اومده توبه کرده، مرید انشاءالله شاگرد امام اعظم شده، یکی عالمان بهترین شده است. الحمدلله. ببینید همسایه تا چه اندازه انشاءالله خدا خواهد حقی بزرگ دارد. عزیزان من، ما نمیتونیم همسایه ها را آزار کنیم. همسایه اگرچه کافر باشدم نیم بریده حق دارد. من نمیز حق همسایگی گم شد، هیچ کس طرف همسایش دریچه هم ندارد یا دارد می دارای شورینده، حتی اینکه ما میدیگ بودیم همسایه با همسایه دریچه داشتن، نان میبست یک تا نان میداد، یا که بیگانی افخاد میکرد یک کاسه افخاد میداد. همون دور است، همون زمان است، همون الحمدلله خدا خواهد مسلمان او دور بود که با امر معروف نبود. کسی نمیتونست که شما در صحبت کنند، خیلی ساعت ها و هفته ها صحبت کنند نبود، لیکن همه از الله سبحانه و تعالی میترسید و میترسید. الحمدلله چیکار میکرد؟ انشاءالله خدا خواهد معاملش خوب میکرد، همسایه را آزار نمیداد، همسایه را خدا خواهد انشاءالله زحمت چه میکشید. من امام اعظم رحمت الله علیه یکی دیگر همسایه داشت. بینید همسایه ها بینید بعدش بد میشه دست. میگه طرفی همون آبریزی و بازی میکنه و چیزا افلاس میپرتاید، طرف امام اعظم کرگی بود. امام اعظم رحمت الله علیه چند سال همون زحمت میکشید، میبراد میریخت تازهش میکرد. یه روز همون همسایه خودش دیده گفت بعد گفت این آخی افلاسی های کی هست؟ گفته که تا این روز حق همسایگی نگفتمت، این افلاسی های خود است آخی، طرف خونه من کرده من تازهش دارم. میدانی گفت من برای چی طرف خونه تو کردم؟ سبب من ترا کنی سنجیدم که کنی تو دینت بر حقه می، صبر میکنی، طاقت میکنی. بعد میگد همین کار میگد ایمان آورد، مسلمان شد. بینی همه بزرگای اسلام انشاءالله خدا خواهد در راحت نبودن. پیامبر میگه اشد البلاء علی الانبیاء و الاولیاء، سختترین بلاها را میگه من پیغمبران را میتیم، بعد از وی انشاءالله اولیاءان را، بعد از وی عالمان را. سختترین بلاها که الله سبحانه و تعالی ما و شما را میسنجد، این سنگ انشاءالله قضای الهی است که به سر ما و شما می آید. ببینید همه بزرگان انشاءالله چیکار کردن؟ صبر کردن، طاقت کردن. چقدر آدم ها الحمدلله چی انشاءالله خدا خواهد به ایمان مشرف شد. شما هم کاری کنید که صحابه انشاءالله همسایه های شما راحت کنن. امام اعظم رحمت الله همسایش زمینش میفروختگی شد. ببینید یعنی که 4 ساتیک زمین، 4 ساتیک زمین قیمتش بلند گفت. خریدارا جمع زدن گفتن که برادرتان خون آخی تی گیم که $10,000 گفته شده 4 ساتیک زمین تا. این نمیزه باخی با 4 ساتیک. گفت که شما میدانه من زمین همسایه ما فروخته هستم. گفتن چه خیلی همسایه تا میفروشی؟ گفتن اول خود گفتن بانی همسایه، گفتن
یک بارتون همسایه کربی امام کردی این چقدر همسایه خوبه. بینه برای همین عربا میگن که اطلب الجار قبل الدار و الرفیق قبل الطریق. میگه شما همسایت نه طلب کنی پیش از حولی گرفتن و دوست میگه طلب که پیش را برمدن. وقتی که سفر میبرایی همون دوست بی مبادا رند رفته با پدودید کنه میکنه، مبادا رند رفته با پرتافتت کنه میروه. همه خیلیش هست. من 3-4 دوستا سفر میبراین. وقتی که سفر میرن سفرش با بالای یخ توری میآید، بالای یخ کتی توری میآید. یک باره رفته سگی یک باره یخ میشکند و یک تا همون جوره ها پیش از سفر نیاید دست میتیند. چی مصیبت میاد چی خوبی چون نیکی ها یک جای انشاءالله میکشیم دست میتیند همشون. وقتی که در سفر میبرند و دره میروند که یخ میشکند یتش میچوکد در یخ همش میگریزد. اینش میگه تو برو کچالش کن، میگه تو برو کچالش کن. عموما یک بیگانه شخصا میگه میآیند این بعدی بیچاره را خلاص میکنن. بعد میگه که کجا شده که دوستی که وعده هایی که کرده ما و شما در بالا گفتین خیلی دوستان میشود. برای همین عربا بیکار نگفتن که اطلب الرفیق قبل الطریق، یعنی رفیق تا طلب که پیش را برمدن، همسایه تا طلب که یعنی خانه میخرده شی همسایه تا بین، همسایه تا بین که مبادا خدا خواهد دل آزار نباشد، مبادا آزار دینده نباشد. ما اینو در عرفیت میگیم تا میگیم انشاءالله اکم میآید تا دادر میآید تا خواهر میآید که همسایه منت میبندد. میگیم تو می اگر چی باشد همسایه انشاءالله خوب باشد. دیگه خوبی همه شما وابسته است. شما هم انشاءالله خدا خواهد اگر رفتارات خوب کنین، گفتارات خوب کنین، داد و گرفت کنین، معامله کنین، الحمدلله همش خوب میشود. من الحمدلله من 4-5 همسایه دارم بی عدد شکر. من هستم نیستم انشاءالله خدا خواهد مباد یگان معما برید همین کودکا گوهرش دیده اومده کار اجرا میکنن. الحمدلله بی عدد شکر همسایه بهترین دارم. منم حرکت میگم همجا باشم قدر امکان انشاءالله خدا خواهد دست بیاید انشاءالله خدا خواهد یاردم میکنم و خدا خواهد خاطر جمع انشاءالله میگردی اگر همسایه خوب باشد ناباب باشد انشاءالله خدا خواهد. یک روایت از همسایه گفته است که همین بین دوز میدراید یا مالی بیند خودش دورمه است. همسایه دورمده خودش دوزی دورمه است. نگاه کن که با دوز نیاد گفته بچه باید پریجده نکرد است بعد با یا مالی بیاد خودش دورمده است. و خیلی همسایه نشه باقی بچه هایتونه باری کنه و بعد خونهش کلیش داده برای یا گاه کی خانی همسایه اگر گاه سر دیوال داد گفته بخون یک روز فرقانده نمیشه بعد بیا که غپ و غار کرگی. این شدگی واقعا هست. خودی در دیاری ما هم شده است. بعضی ها روایت میکنن عزیزانی من باید همسایه دلازار نباشد. همسایه از همسایه راحت نمیسی حضرت بینید انشاءالله خدا خواهد. این که ما برای چی آوردیم خدا خواهد؟ برای نمونه عبرت که همین حضرت انشاءالله خدا خواهد چنان چیکار میکردن نسبت همسایه‌اش نسبت هم محلگیاش خدا خواهد انشاءالله یعنی معامله میکردن، معامله خوب میکردن. الحمدلله. ببینید وقتم شده است انشاءالله خدا خواهد هفته دیگر هم نصیب کند خدا خواهد بعضی حکایات شیرین دارد انشاءالله نسبت استاد و نسبت پدر نسبت مادر نسبت برادر انشاءالله خدا خواهد. امام اعظم رحمت الله علیه کرگی انشاءالله کاراشون است خدا خواهد انشاءالله واسه هم شما از آن میرسانیم. برای همین همه خدا خواهد از این انشاءالله بزرگان عبرت گیریم انشاءالله. من در طاعت عبادتم بینین عادی ترین عبادت ها برای ما شما سبوک کرده حضرت امام اعظم از آیت و حدیث کشایده دادگی است. این سبوک ترین مذهب راه مذهب دگیش راه این سبوک ترین راه انمی راه است.
نسبت امام شافعی رحمت الله علیه 4 مذهب از اسلام ده و یا رحمت الله علیه و یا راه نشان دادگن ان شاء الله و یا خدمت کردگن اسلام ده. لیکن سبکترین بهترینش امام اعظم رحمت الله، چی در طاعت، چی در نماز، چی در عبادت، در همه حالت سبکترین ان شاء الله عبادت ها را برای ما شما چی ان شاء الله خدا خواهد میراث گذاشته رفتن ان شاء الله خدا خواهد. الحمدلله که ما تا قیامت این چیز دیگر مجتهد نمی آید، تا قیامت دیگر اجتهاد کننده نمی آید. تا قیامت همینا هستن که آش دم کردن برفتن، فقط ما خوردن رو کار خلاص درست خورده درست استفاده بریم راه گم نمیزنیم ان شاء الله خدا خواهد. میدونین قریب 50-60% روی دنیا در همین راه امام اعظم طاعت عبادت میکنن. الحمدلله اینا سرید نیازه بالکل ان شاء الله خدا خواهد. یک تا دو تا یک فقط یک ازبکستان یا یک تا قرقستان نه، همه اکثری ان شاء الله خدا خواهد دیارا در راه نشان دادی همین مذهب ان شاء الله چیکار میکنن؟ طاعت عبادت میکنن ان شاء الله. این کلمه را پرتا مذهب خودش چیه، مذهب چی شیده فلان، تو هیچی نیست یا خودت. تو یک آیت بیا من خوندن میتیم خدا خواهد درست تفسیر کن. در هر یک آیت حدیث اومده که حدیثاش که بیار خدا خواهد ان شاء الله. یا که یک سوره خدا خواهد ان شاء الله پر یاد کن، یک سوره بقره را. این حزیل نیست این کار. این خدمت خدا خواهد بینیت شایسته. حتی امام اعظم رحمت الله کژدم گزید، بینید کژدم وقتی که لباسش نتا کندن کژدم غلطید. شاگرداش خواستن که کژدم اکشن، گفتن نکشه. پیغمبر علیه السلام حدیث های گفتن، رسول الله گفته که یعنی گوشتی، یعنی علمایی که با عمل کردگیان از زهر حیوانات زهرتر میشد است. اگر گفتن همین کژدم گفتن در جاش اگر وفات کند، دیمک من چی هستم؟ انشاءالله خدا خواهد یعنی حقیقی عالمی عمل کردگی هستم. اگر جم بد دیمک عالم من در وقت به دست میگرد. تماشاش کرده استادن در جاش میگد کژدم مرد. گفتن طبق حدیث گفتن من دیمک عمل داشتم نزدی شریعت و نزدی الله سبحانه و تعالی بین نزدانی من. تا چی اندازه شخص انشاءالله خدا خواهد معتبر هستن انشاءالله. خب در این هفته خدا خواهد بعضی برادران انشاءالله خیر احسان کردگی هستن. انشاءالله خدا خواهد کارامو ادامه دارد. محله خدا خواهد زیرک خدمت دارد. ما یعنی استوره جواب دادیم، سبب جواب دادن که کمتر غیشت مونده خدا خواهد انشاءالله مشکلی شد. خدا خواهد از صحبت کردیم بس غیشت پزار بگه علاوه سر دادیم انشاءالله میان میکنیم که خدا خواهد تو بازار تیار میشود. خدا خواهد از دوشنبه سه شنبه سر کنیم. استاد با گشته اومده خدا خواهد موندگی گشته میزنن. استاد خدا خواهد آهنگران همین جنده هستن، شب و روز کار دارن چون که کارشون ادا کردن. اینا خدا خواهد بالای مسجد الحمدلله یعنی آهناش موندن سر میکنن. خدا خواهد انشاءالله امید میکنیم خدا خواهد تا تنگی تیرما خدا خواهد مسجد و قدر راست میکنه. اگر به دعای شما به یاردم شما انشاءالله خدا خواهد. یک برادر 130,000 سوم، زاکیروف نگزات 1,000 روبل، خب جمیلوف پالوان 1,000,000، نشانوف مهمان نلی 1,000 روبل، یک برادر 100,000 سوم، یک برادر 1,000,000، یک برادر 5,000 سوم، یک برادر 5,000 سوم. خب سعادت ماه هر هفته خیر میکند از تاجیکستان دعا. حضرت دامولا سلام گوید از نام مسلمان های خبر است که در حق یک خواهر مسلمانی بیمار در ریمانیاسیا دعای خیر کنید. خب شوی خیر کردن دعا از نام رحمتی مادرم خیر کردم دعا کنید از تاجیکستان. الحمدلله خدا خواهد از گوشه کناری همه خدا خواهد انشاءالله دنیا خصوصا از تاجیکستان زمین الحمدلله که برادرای ما و شما الحمدلله به عدد شکر بسیار خدا خواهد انشاءالله دستگیری دارن
انشاءالله خدا خواهد از اینها یک تا خدا خواهد شد. بیمار بودن در خدا خواهد بلنیسا. الله سبحانه و تعالی از قلبی دل گویم دعا کنیم، آمین گویم. خداوند همین خواهر از زودتر شفای کامل بدهد و زودتر انشاءالله خدا خواهد و خاندانشو برگشته. در این خاندان فقط خرسندی شادی برقرار شه الله نصیب بدارد خدا خواهد. خیر گفتیم همین دخترم انشاءالله خدا خواهد خدا مبارکش بگردوند. اگر انشاءالله خدا خواهد شوهر نداشته باشد خدا یک شوهری خداجو مناسبش بیند. اگر فرزند نداشته فرزندای صالح و صالح کرامت نمایش خدا خواهد. چی مقصد چی آرزوها دارند انشاءالله الله برای خیر بگردوند. این یعنی به نام مادر گفتیم، البته این مادرشون الله عمرشون روزشون خدا خواهد برکاتیت دوره های پیرشون خدا خواهد. این مادر یعنی چیه؟ یعنی خدا خواهد بختی فرزنداش ندیدن انشاءالله میسر بگردوند. و دعا کنیم همین مادر مبادا حج نرفته باشند با واسه فرزنداشو خانه مبارکی آرزوی هر یک فردی مسلمان است اله الله مناسب بگرداند. آمین.